به نام خدا. با عرض سلام و خسته نباشید. این جانب علی تامری، متولد 1349 استان یزد. ماکت قدیم یزد به دوره 700 سال پیش. 700 سال پیش یزد دور تا دور یزد برج و قلعه بوده و خندق. جوری شهر رو طراحی کرده بودن که هیچ رازن و دوزی به شهر نفوذ نکنه. حالا من اومدم اینو به صورت ماکت دروردم و تقریبا به شما نمایش دادم. شرمنده اگه بد صحبت میکنم، اگه بد گزارش میکنم، به هر جهت ما سواد زیادی ندارم، کسی هم ندارم که اینجا بهم کمک کنه. عذرخواهی میکنم از دو. این که مشاهده میکنین ماکت قدیمی 700 سال پیش یزده. یزد 4 تا دروازه داشته. یکی دروازه به طرف کرمان، یکی دروازه به طرف شیراز، یکی هم دروازه به طرف تهران، یکی هم طرف مشهد و برجت پایین شهر که همون یوزر باشه. اومدم دیوارایی که دور شهر کشیده بودن، کلا دیوارا از سیگل سرخ شروع میشه میاد تا خیابون فهادان. خیابون فهادان میاد خیابون امامو، از خیابون امام از او ادنو طرف پارک شهر قسمتی از دیواراش موجوده. کوچه قبل از کوچه پارک شهر این دیوارا همیاد تا بغل آقای قدیم و آقای قدیم میاد طرف ساعت به حساب مسجد سرخیان اصلی مسجد جمعه که بانک ملی قدیم باشه. از این مسیر تقریبا رد میشه دست چپ، ببخشید دست راست مسجد مولا اسماعیل رد میشه و میره تو بازار و از پشت بازار میاد طرف لرده کرمونو محل قدیمی و شوال قاسمو تا وصل اون سیگل سرخ میشه. دیوارهای سیگل سرخ تقریبا 20% دیوارش موجوده، باقیش دیگه تخریب شده و خراب شده. هر 50 متریه که برج درست کرده بودن و بین برج و دیوار هم اومده بودن چه کرده بودن، خندق کنده بودن. خندق کنده بودن که هیچ رازن و دوزی نتونه نفوذ کنه تو شهر. حالا من نزدیک قشنگ برای توضیح میدم، تکه‌ای که کلیپی درست کردم نشونتون بدم. همینطوری که میبینید خندق به حساب این کانال میشه خندق، کانال آب بوده و هر برج و دیواری تقریبا 10 متر فاصله داشته که هر برجی که دور دیوارا بوده یکی راه 1 متر 1.5 متر بوده که میرفت داخل شهر، که حتی تو خیابون سیگل سرخ یکی از راهش قشنگ معلومه که بغل برج تو پارک سیگل سرخه. باز نره میره جلوتر دم حسینی فهادان یکی دیگه برجش اونجا بوده که قشنگ ما یادمه سال 57 مدرسه میرفتم کوچیک زده اونجا خرابش کردن که بسیار مثلا مسجد حسینی بسازم. هر برجی گفتم 50 متر فاصلش بوده، جلوش خندق بوده کانال و یه راه باریک بوده 1 متری، از جا تا بیشتر کمتر تا میرفته تو خود دیوار شهر بره تو به حساب داخل شهر. داخل شهر هم جوری بوده که دیواراش تقریبا حدودا 12-13 متر ارتفاع دیوارا بوده که هیچ رازن و دوزی نفوذ نکنه داخل شهر. برجت مکم کاری بوده که از قدیم درست کرده بودن که بتونن راحت زندگی کنن و مزاحمی نداشته باشن. همینطوری که گفتم برج و قلعه و خندق دیوارای دور شهره یکی 12 متر 15 متر ارتفاعشه. این هم کانال یکی خندق بوده. این کانال رو میدن موقعی که مثلا میدونستن از طرف مشهد یا از طرف جای دیگه از شهر غریب از کشورهای دیگه دارن رازانا میان، اینا میدن چگاه میکدن جو آب و واز میکدن و کانال ها رو پر میکدن، بهش میگن خندق. علیه کی محل هم داریم بهش میگن لبه خندق. این کانال رو پر میکدن و آب و
داخلش که پر میشد کا و گل قاطی میکردن، مخلوط میکردن و روی این آب میریختن. جوری بود که آب با کا قاطی که میشد رو آب با میسید که کا حالت چومانن ندو پنبه وانن صبح که روی آب با میسه. درست جوری آب چیز میکردن که با زمین همسط میشده، اصلا معلوم نمیشده که اینجا کانالی گودالی چیزی هست. بین برج و دیوارم تقریبا 10 متر 15 متر فاصله داشت که خندق هم طولش بودن 12 متر بود که سال 57 ما یادمه شهرداری اومد و با ماشین های مخلوط و گل و پرکد و صافش کرد، بعد درخت کاش. این دیوارای شهر تو خیابان سیگل سرخ حالت کشه. سیگل سرخ شروع میشه میاد خیابان فؤاد، خیابان فؤاد از پشت درمگاه فؤاد رد میشه میره به خیابان امامو، میره طرف کجا پارک شهر. پارک شهر که رفت تقریبا چیز میشه میره تا خیابان آقای قدیم که حالا میراث فرهنگی باشه. از این خیابون رد میشه که هنوز بعضی برجاش همونجا هست. میاد طرف تقریبا روبروی حزیره سمت چپ سمت ببخشید راست مسجد مولا اسماعیل میاد داخل بازارو، جایی که تقریبا بازار چه مسجد جمعه تاقه گنبدی ماننده آبان باره میره پشت بازار زرگری از و پشت بازار زرگری یکی برج تکه دیوارشه که معلوم میشه اینجا دیوار شهر بوده. میره لرده کرمونو میره کجا محله شاور قاسم و وارد سیگل سرخ میشه و وصله هم میشه. کل این دور تا دور دیوارا بوده دو وصله هم بوده که هر طرف شهر یعنی 4 طرف شهر 4 تا دروازه بوده. یک دروازه طرف کرمون بوده، یکی دروازه طرف شیراز بوده، یکی دروازه هم طرف کجا بوده تهران، یکی هم طرف پایین شهر که به طرف مشهد میرفته اون یوزر قدیم خیابان فؤاد، یکی دروازه هم تقریبا اینجا بوده. بعد اکثر هم باغ و رعیتیاشون هم داخل خود شهر بوده، بجز جزئی از مثلا قدیم روستا حساب میشده، مثل نعیم آبادو، مثل محمود آبادو، مثل دین و ملواشی، اینا همه دور تا دور شهر بوده. اکثر رعیتی ها بیرون از شهر بوده، ولی اینه که داخل شهر بوده اکثر خودشون باغ و چیز دست که رعیت کشاورزی داشتن، چون کشاورزی حالا اکثرشون بیرون بود.